عرض سلام و ادب و احترام خدمت همشهریان عزیز، شهروندان محترم و همراه با رسانه تحمیلزادی‌ها. عیدتون مبارک. با سومین ویژه برنامه از ویژه برنامه نوروز، عیدانه تحمیلزاد در خدمت شما عزیزان هستم. معمولا خانم ها خیلی تو کارها با ذوق بهتر و سلیقه بالاتری کار میکنن، اما بعضی از خانم ها هستن که نمیشه زیاد روشون حساب کرد، تعدادشون هم خیلی کم. خانم 3 ساعت وایسادیم، این نون ما رو بده بریم دیگه. هنوز لاکام خوش نشده، باید صبر کنید. آقا شما که قدت بلندتره، اول به شما نون میدم. یعنی چی خانم؟ صفا این چه وضعشه؟ اصلا قهرم، به هیچکی نون نمیدم. شب خوش. خانم ببخشید، این آقا اشتباه کرد، غلط کرد، گو خورد. نون ما رو بده بریم. چند تا میخوای؟ 20 تا. چه خبره؟ مگه من چقدر جون دارم؟ وای فشارم افتاد، برام پاستیل بخرید آروم شم. خانم من یه دونه میخوام، اینم کارتم، هر چقدر دوست داری بکش. آخ جون کارت، من میرم با کارتت خرید کنم. بیا اینم نونت. نون صورتی؟ بله، ما اینجا نونامون صورتیه. نون صورتی جینگول تره. وای وقت موژه هم داشتم. نونوایی تعطیله دیگه، پخ نمی کنیم. برید خونتون. خانم بیا بپخ دیگه. چی کجا داری میری؟ یکی از معضلات موجود جامعه ما امروزه عدم توجه به موضوع ازدواج جوانان هست که متاسفانه تورم موجود در سطح جامعه به گونه‌ای هست که جوانان جرأت نمی‌کنند پا پیش بذارن و برای ازدواج اقدام کنند. یعنی چی عروسی نگیریم؟ هر دختری آرزوش لباس عروس سرش کنه. بابا اون پولی که میخوایم بدیم عروسی بگیریم بریزیم تو شکم فامیلا رو میدیم یه سفر خارجی خوب میریم. فامیلای من و تو که کادو درست حسابی نمیدن، میان میخورن میرن تهشم کلی ایراد میگیرن. راست میگی. پس بیا بریم همون بلیت سفر خارجی بگیریم. بریم. ساسان اینجا بابا بلیت بهترین و ارزون ترین بلیط‌ها و تورا رو توی ایران فقط بابا بلیت داره. خوبه دیگه، بلیطمون از همینجا میگیریم. باشه. پسر خاله تو اینجا چی کار میکنی؟ عروسی چی شد؟ عروسی کنسله، با پولش میخوایم بریم سفر. یعنی چی؟ من 5 تا سکه گذاشته بودم کنار بهتون کادو بدم. ای بابا کنسل کردید؟ من براتون 207 ماتیکی خریده بودم کادو بدم. اینها دم عروسی ما 2 تا سرویس سلام می‌خواستیم بهتون کادو بدیم. سوسن بیا عروسی بگیریم. خونه برنگ یاقوت، اما خوشه باشم و با قطعش کن میخوام کادوها رو اعلام کنم. دختر خاله دوماد پتو پلنگی، پسر دایی عروس سرویس پلاستیکی توالت، پسر عموی دوماد کفایی 207، دختر عمه عروس آبکش صورتی، دایی دوماد شورت نعنا. ببخشید نانو. یعنی من دهن یکتون رو سرویس میکنم. آبکش پلاستیکی میارید برای من. نکرده پس فرستاد گیریدی جست فرستاد. یک رفیقی داشتیم که هر وقتی ما در یه دوره همی با این بنده خدا بودیم، ایشون تنها دغدغه و ترسش از رانندگی خانم ها بود. میگفت آقا سید، من هر وقت یه خانومی رو پشت فرمون میبینم یا سرعتم رو خیلی پایین میارم و یا به گونه‌ای از جاده خارج میشم و میترسم از رانندگی این خانم ها. خب خانم های زیادی هستن که خیلی خوب رانندگی میکنن. این رو عزیزان در جریان باشن که الان رانندگان اتوبوس‌های مسافربری هم خیلی از خانم ها هستن که مردم خیلی بیشتر هم اعتماد دارن به رانندگی اینها. خب خانم، اول از روشن کردن ماشین شروع میکنیم. بله چشم. خب اول از خسارت دادن شروع میکنیم. یعنی چی خانم؟ زدی ماشین رو داغون کردی، پیاده‌شو ردی. نه خواهش میکنم، خسارتشو خودم میدم، تو رو خدا ردم نکنی. عجبا خانم، اصلا شما نمیخواد حرکت کنی. سوال میپرسم جواب بده. گاز کجاست؟ کنار یخچال. کنار یخچال؟ به خدا تو خونه ما کنار یخچاله.
خانم پدال گازو میگم، تو منو بیچاره کردی، پیاده شو ردی. دوران خدا سوال بعدی هرچی باشه درست جواب میدم. قول بگو ببینم ایربگ چیه؟ الان میگم. به شکم پسرایی که سیکس پک ندارن میگن ایربگ. برو پایین. خب سوالای سخت ازم میپرسی، یه دونه راحتشو بپرسی، اگه نگفتم هرچی شما بگی. خب فرض کنید تو اتوبان دارید میرید، یه نفر با سرعت میاد پشتتون نور بالا میده، واکنش شما چیه؟ غلط کردم، خودم بچه زورآباد کرتم، ما خودمون از پشت میچسبونیم به اینو. گو کجاست اسکول لانتونی؟ الان میرم درش سرویس میکنم. من استفام. بعضی ما مادر بزرگ ها، پدر بزرگ ها، پدرها و مادرها و حتی برادرها و خواهرها به بچه های کوچیک اهمیت میدادن. شبها براتون قصه میگفتن تا اینها با آرامش بخوابه. متاسفانه این رسم و رسوم دیگه از پا افتاده و دیگه ما شاهد تکرار اون شاید نباشیم. اینه که یه مقداری به بچه ها بیشتر اهمیت بدیم و برای بچه ها بیشتر وقت بدیم. یکی بود یکی نبود، یه پری کوچولو بود که هر روز به عشق بازی کردن با دوستاش از خواب بیدار میشد، تون موهاشو شونه میکرد و از خونه میزد بیرون. یه روزی یه جن سه شاخ از یه قبرستون اومد بیرون، گفت اومدم اون بچه‌ای که نمیخوابه رو بخورم. چشو اونجا رو ببین. خب خدا رو شکرینم خوابید، برم اون 5 تای دیگر رو بخوابونم. از اینکه با ما در این قسمت از متن برنامه نوروزی همراه بودید از شما دوستان سپاسگزاریم. نظرات، انتقادات، پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید تا انشالله در بهتر شدن کیفیت برنامه ها مورد بهره برداری و استفاده قرار بگیرید. تا برنامه دیگه همه شما دوستان رو میزان منان